خوش اومدید با پارت 4 ویدیوی آنباکس 20 واسه چمس و 7 واسه هیرو. و پارت بعدی هم اگر ندیدید حتما ببینید، کارت بسیار خوبی داد. و بریم برای آنباکسینگ. آنباکس 2 عدد چمس و یه دونه هم هیرو. این دفعه هیرو سلا برداریم و من سعی میکنم دیگه کمتر حرف بزنم. و شانس هیرو من خوب بود، یه دونه 100 بهمون داد، هالند بهمون داد. و بریم اول شروع کنم از کارت بسته پدری، چمس، کانر پولومب، باز نمیشه. کارت امضایی دارم میبینم و بروشور کیمری، برچسب و آقای مودریچ امضایی. بریم برای آنباکس چمس بعدی. کانر پولومب، یه دونه امضای دارم میبینم، یه دونه بروشور کیمری، برچسب و آقای هرناندز امضایی. بریم برای بسته سلا هیرو، بسته کاملا پولومب و بازم کارت 100. نه نمیدونم واقعا. نه، شروع کنیم از کارت 98 پدری، بروشور کیمری افتاد، ببخشید. و برچسب فیگور و دوتا برچسب الکس فرگوسن که کارتشو در آوردیم و یه کارت دیگه و پایه فیگور و خود فیگورم نمیدونم کجا افتاد. میریم برای چسبوندن فیگور، اگر من پیداش کنم خوب میشه. این میریم برای چسبوندن فیگور. امیدوارم از این پارت خوشتون اومده باشه. منتظر پارت های بعدی باشید و لایک و کامنت هم یادتون نره.